خب، سلام و عرض ادب خدمت احتمالا خودم. این ویدیو برای اینه که من صرفا دوباره تو روزمرگی گم نشه کاری که دارم میکنم و یادم بمونه فرایندش و این داستانا رو. برای همین الان نوشتم که کلا کارم چیه و یک هفته گذشته رو هم یه ریویو میکنم. شاید از این به بعد کلا هفته رو ریویو بذارم، حالا نمیدونم. من کلا دو تا کار رو میکنم، یکیش پاور آف تیوی، یکیش میکسن. پاور آف تیوی که حالا یا کندل یک روزه یا 4 ساعته. برای کندل یک روزه لگ منیپولیشنش رو از 5 دقیقه با استیپی در میاریم، دیستریبیوشن رو با 15 دقیقه، و برای 4 ساعت هم که 1 دقیقه و 3 دقیقه. خیلی هم یعنی وابسته به اوپن و زمان و ایناست دیگه. چکلیستش هم اینجا نوشتم ولی لزوما همین نمیمونه، شاید عوض بشه. یه مقدار من بک تست بگیرم و این داستانا. برای MMX هم روزانه و 4 ساعت است باز MMX هممون. برای روزانه میایم از توی دیلی، اینترنال اکسترنال و پی دی ای ها، دیسکانت پریمیوم و این داستانا، بایاس رو به دست میاریم. وای میستیم حالا برسه ترجیحاً به یک پی دی ای دیلی. وقتی که رسید میریم یک دو تا تایم پوینتر، مثلا تو دیلی میشه 4 ساعته، کانفرمیشن میگیریم که حالا مثلا FVG یا FVG CST SMT، ولی خب اکثرا همون FVG است. بعد که FVG رو ساخت، گپ رو ساخت، توی اون گپ دوباره میریم یک تایم فریم، دو تا تایم فریم در واقع پایین‌تر، اونجا اینتری مونه دیگه. برای دیلی میشه مثلا دیلی 1 ساعت و 5 دقیقه، برای 4 ساعت میشه 4 ساعت 15 دقیقه 1 دقیقه. اکثرا هم 4 ساعت اتفاق میفته. چک لیستش هم اینجا نوشتم ولی دستخوش تغییر خواهد بود احتمالا. سناریوهایی که با استفی برخورد خواهم کرد هم اینجا نوشتم. اگه به SMRش رسیدیم که خب اصلا هیچ، یعنی قبل یکی کنیم توی دیسکانت پریمیوم وارد میشیم و تمام. اگر حالا احتمالا با صدفاف کمرون اینجا باز شکل بگیره، به یکی کنیم اگه رسیده باشیم یا میاد دیسکانت عمیق که باز اینجا پریمیوم دیسکانت کمرون و این داستانا. اگر نه کانسالیدیشن بود وای میستیم یه SMT بده، کانفرمیشن این تری مثلا تو 1 دقیقه بیاد هایشو بزنه. حالا تو این هایو زده، مثلا شاید تو اون یکی نماد هایو نزنه، SMT بده، یه گپ بسازه و اونجا دیگه وارد میشین دیگه. حالت سوم هم که هیچی دیگه، اگه نه هیچی همجور رد بشه ازش رد شدی، کاری نمیشه کرد. و حالت سوم سناریومون هم که برسه به 2 بیا دوباره مثلا بیرونش کلوز میده، میاد استام میکنه تا یکی کنیم، یا اینترنالی هم میگیره بعد میره که باز میشه حالا اینجا با چیزی وارد شد. یه مقدار باز خلاقیت احتمالا اینجا نیاز باشه. اگه نه ریورس شد که همین انگار دوباره رفتیم سناریو 1. اگه نه هم که بریم بره تا 3.5-4 دیگه این هم رد کنه. خب هفته گذشته اینجا حالا ما یه دونه رفتیم اکسترنال دیلی گرفتیم، اینجا یه گپ دیلی داشتیم، برگشتیم توش توی 1 ساعته. خب اینجا بود درسته، گپ 1 ساعته تشکیل شد، میکشمش جلو، منتظر میمونم بیاد توش. از من این ریپلای هم بذارم که لازم نباشه برم. خب این گپ 1 ساعته که تشکیل شد، اینجا ما گپ 5 دقیقه هم داشتیم درسته. اینجا اومده ارده رو برداشته، حالا رفته. اینجا ما باز تارگت رو میتونیم بذاریم 2.5 همین لگ استاپ هانت، ولی خب خیلی با اوپنا نیست. نمیتونیم بذاریم همین اکسترنال اینجا، در هر صورت بالای 3-4 رو میده. این میشه چند؟ ماندی. خب
میریم برای چی میتونیم چقدر عجیبه چی سبحان الله. خب میریم 4 ساعته روز بعدی رو ببینیم. خب اینجا رفتیم اکسترنالش رو زد، اینجا گپی تشکیل نداد، درسته؟ میریم یه ساعت، میریم یه تایم پایین تر ببینیم چه خبر. خب ببخش من یه لحظه نزدم چه کنم چی بود قضیه. این روز قبل MMXM بود، امروز پاور اف تیجی رو داریم میگیریم، چون که خب گپ اینا نساخته بود دیگه، اینترنال اکسترنال همون یه مقدار خوب نبود. میرم اینجا، تنها لیگی که میتونیم ازش منیپولیشن بندازیم همین اینجاست. حالا من از رام 15 دقیقه هم مختم الحساب اومده اینجا و اینجا بهش واکنش نشون داده. ما ساعت 2 تازه میتونیم وارد عمل بشیم و اینجا خب چیز خاصی نیست. وای میستیم اینجا گپ 15 دقیقه ساخته، درسته 2 تا هم ساخته. میریم تایم 1 دقیقه. ببخشید یه لحظه کوشش کجا؟ اوکی. این تایم 1 دقیقه. اینجا 5 دقیقه هم کانفرمیشن بگیریم بد نیست، ولی خب دیگه اینجا اومد و SMT داد و اینجا میگیریم تا بالا. اگرم براتون سواله که چرا اینجا رو نمیگیریم، قطعا میتونیم بگیریم به رو حساب میخوریم، ولی وقتی که انقدر توی پریمیوم هستیم دیگه حداقل چیزی که براش سبب بکنیم اینه که یک لیکویدیتی بگیره SMT بده دیگه، همینجوری خیاری هم وارد نمیشه. تو گپ یه گپ هم زیرش داریم، برای همین این اولی و احتمالا تایمش هم ببینیم تا 6 یه مقدار جالب نیست. وای میستیم. حالا تا همین استیپی روز میتونیم بگیریم. از اینجا من انداختم از 24 که جوابم داده، تازه این میشه 10 آر. حالا خیلی راحت تر اکسترنال و اینا هم تمامش بکنیم، مثلا اینجا 3 آر بگیری بیای بیرون. ولی خب ادامهش رو هم خیلی دیگه ورود و اینا نمیداد، برای همین چیزی نبود. بریم روز بعد. MMXM دیلی همون روز اول بود، روزهای بعدیش 4 ساعته بودن. اینجا خب این گفتیم که اومده اینجا SL سایدی رو گرفته، برای همین اینترنالش رو انگار گرفته دیگه. میان یه 1 ساعت ترم ببینیم اینجا علال حساب. خب این که ای بابا اینجا هم گپ 1 ساعته بود، ادامهش اینجا یه دور گرفتیمش. خب اینجا پر نشده بود، این اومده اون رو در واقع پر کرده. وای میستیم برای گپ 15 دقیقه، لیکودیتیمون در واقع 4 ساعته بود دیگه، برای گپ 5 دقیقه هم میتونستیم وایسیم البته، ولی خب اینجا دو تا گپ داریم. خب اولی بذارید من 5 دقیقه هم ببینم، چون گپ اصلش من 1 ساعته بود، الان برام جالب شد. اینجا که گپ 5 دقیقه نداریم، اینجا پس مال نیست، اینجا گپ هست، اینجا هم گپ هست. اوکی نفرم کامون 1 دقیقه موند. یه روز زیاده مراقب. خب این گپ اولمون اومده اینجا، گپ درست میکنه، ما اینجا وارد میشیم، یه دونه استاپ رو احتمالا بخوریم، ولی باز اینجا مد نظر داشته باشیم که تایمش مثلا حوالی 5، روزم لزوما خوبی نیست. و اینکه گفتم که اگه خیلی تو پریمیومه یه لیکویدیتی بگیره، یه SMT بده. و حالا یعنی من با اینکه اینجا نگرفته بود، تایمش هم بد بود، با این میستم، یعنی گفتم اوکی، حالا ارزان یه استاپ هم خوردیم اینجا. بعدی رو نگاه میکنیم، اینم گپ ساخته، ولی
اولا که با اینکه این لیکوید رو گرفته SMT نزده، ولی خیلی هم رفته بالا دیگه، یعنی رفت اکسترنالش هم اینجا گرفت. بعیده من یعنی بذارم خودم اوردرم باشه اینجا. این بعدی میمونه که بازم لیکویدی چون نگرفت، تایمش هم 7.5، تایمش اوکی. و چرا لیکویدیتی رو گرفت، درسته لیکویدیتی رو زد ولی SMT هم داشت. اینجا چرا من نکشیدم؟ فکر کنم دوباره گفتم اینجا رفت یه چیز زد، اکسترنال زد، ولی احتمال داره اینجا هم که استاپ دیگه هم بخورید. حالا من اینجا یادم رفت بکشم. بعدش میشه اینجا که دیگه به وضوح SMT داریم. بعد اینجا دیگه خیلی میره بالا و گپ رو میسازه، در همین من گذاشتم رو مثلا 50% رو همین لیکویدیتی که اینجا گذاشته دیگه. حالا تا این اکسترنال اینجا و شد 5.5 آر. تازه شما ببین که من میتونستم بذارم رو همون پاور اف 3 روز نجومی میشد، ولی من نذاشتم. ببینم دیگه چی داریم اینجا. این از این. امروز بعد این روز بعد خب اینجا رفته بود، این هایه رو زده بود، اکسترنال رو گرفته بود، از احتمالا منتظر اینترنال باشه. اینجا 2 تا گپ داریم توی دیسکانت، این پایینی دیسکانت تره. بریم حالا توی 15 دقیقه ببینیم چی میگه اینجا. اینجا اکسترنال که زده اومده گپ نزولی تولید کرده ساخته، و CIST هم که زده. میریم توی 1 دقیقه اینجا ببینیم چه خبره. حالا من پاور اف روزم ببخشید چک کنم. کلش میشه این دیگه، این لگه رو تو 15 دقیقه احتمالاً میکشی، ولی یه اینو میتونیم بکشیم از 24 هم بدونم میتونیم بکشیم اینجا رو که اون 24 عمل کرده. خب 1 دقیقه بریم ببینیم ورود چی بهمون میده. اینجا یه لیکویدیتی داریم، حواسمون هست، درسته. اینجا SMT نداریم، درسته. SMT نداریم، لیکویدیتی هم نگرفته، ولی من میگیرم باکی اومده تو گپ ساخته. البته که تایمش هم نگاه کنین 1.5 باز بده، ولی گیریم اینجا میدونم استاپ خوردیم. ورودم هم چرا اینجاست؟ ورودم هم همجوری انداختم فکر کنم اینجا میشه دیگه. ببخشید. بعد یه دور میاد استاپ میزنه، لیکویدیتی رو باز نمیگیره. SMT داریم، این هم نزده SMT رو، ولی خب اونجا رو گرفتم اینجا هم میگیرم. اینجا رو میزنم روی 50% رنجش، چون فیزیش خیلی بالاست. بعد رو 50% رنج میذاریم و میره. حالا TP رو من دوباره گذاشتم این اکسترنال اینجا، همینجا 5 آر میداد، میتونستیم دوباره بذاریم روی همون در واقع مثلا 2 یکی از اینا، 2 یکی از این پاور اف 3 روز، مثلا تا همینجا میشد 12 آر. ولی باز من همون سیفر رو گذاشتم که نگید که نگم نجومی گذاشتم، معلوم نیست چیه این داستانه. میرسه به 3.4 روزش از 24. اینو پاک بکنم. میرسه به 3.4. اونجا دیگه روز تمام میشه. روز بعد که میشه جمعه که این معامله امروزشو من خودم گرفتم. این دوتا کنده کار خیلی زشت میکنه. 4 تا برم بزنمشون عقب. این از اینجایی که برگشت گپ 4 ساعته که نداشتیم. خب این اوردر بلاک بود، ولی خیلی حالا من با اوردر بلاک حقیقتش حال نمیکنم. اوردر بلاک بود، میرفتم 1 ساعته هم دیدم اینجا یه گپ 1 ساعته داریم. برفتم خب
گفتم حالا چون 1 ساعت هست 5 دقیقه دیگه احتمالا چیزش، پس یه دونه اینجا چیز میکنیم، گپ داریم دوتا، اولی پایینیه میشه اوردر گذاشت، میگرفت ولی من پشت چارت نبودم، تایمش هم خیلی خوب نبود، تا همین اکسترنال اولش هم میخواستیم بگیریم میشد 3-4 آر تا این بالا میگرفتیم که بیشتر. از اوپن روز هم تنها من چیزی که دونستم بزنم همین لگ ایمپالس این بود. بعد این رفت بالاتر، توی 15 دقیقه گپ اینجا داشتیم، این رسید به حوالی یکش، داشت اصلاح میکرد تا اینجا اومد، یه گپی آردی آر بی بود، منتظرمون هم برسه توی آردی آر بی. SMT هم فکر کنم داشت، SMT نداشت ولی خب لیکویدیتی گرفته بود، یعنی مینیمم چیز اینه که لیکویدیتی رو بگیره. اگه SMT هم نداریم دیگه لیکویدیتی رو بگیره. نه نداره. این یه تیکه داره این کوچولوه خیلی قوی نیست ولی بهتر از هیچیه. بعد اومد 2 تا گپ ساخت رفت بالا، من دیگه همین الان انداخته بودم رو 50%ش تا اینو گرفتم، برای همین دارم اینجا میذارم تا اکسترناله، یعنی این گنده 4 ساعت روزانه گذاشتم یه ذره پایین تر مثلا اینجا، که اگه اونو نگرفت باز حالا آلاخ نشیم، و که اونم نگرفت به شکل جالبی، یه میشد تا 2 اینم دیگه تقریبا. حالا اون موقع خیلی دقت نکردم ولی میشد این تریدش هم ایناش گرفتم تا اینجا. و همین دیگه الان توی همین این هفته چند آر داد، فکر کنم 20 آر میشد و قرار نیست همه اینا رو من بگیرم، 2 تا دونش رو بگیرم کدامو انداختم و رفتم بگیرم. و این بود هفته چندم اکتبر، 5 اکتبر. بله، آرزوی موفقیت رو اینا داریم و خدا نگهدار.